بسم الله الرحمن الرحیم. سالن دامداری است که سیستم راهرو مرکزی. این یه راهروه، اونم یه راهروه. یعنی اولا دو تا در ورودی ما داریم اینجا. خب این سمت چپشه که اونور یه بهار بند داره، سمت راست هم دقیقا مشابه با همینه. ببینین طول سالن 75 متر، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 6 تا 7 تا در اون ور داره، 7 تا در این ور داره. دقیقا لامپ این وسط نصب شده ردیفی، اون ور هم همینطوره. بالا پنجره داره، درها چوبی هن به خاطری که تابستان خیلی گرم نشن. بعدش 1.5 متر تقریبا 6 تا موزه‌ای که تقریبا 25-30 سانت وسط نصب شده. این آخره، این هم آخره، تقریبا هر 1 متری 3 تا 4 رس قرار میگیره. بسترش پالت آبخوری اتومات، هر 25 رس هم یه دونه آبخوری میذاریم. این درای طوریه، 2 تیکه است. قسمت بالا باز میشه، کشوی در، ولی باراش لولاییه. خب گله هم شاله هم افشار. این شالا بدون ژنن، ما قوچهای درک شال ژندار به اینا میزنیم. اولا بر کراس مادری هم. خب اینا مرتع بودن، الان برگشتن. حالا اون آبخوری مشکل داره، دارن درستش میکنن که آب بیاد اینجا. این نرده ها، تعداد زیادی از این نرده ها برای پارتیشن بندی یا بخش بندی اینا وجود داره. خب اینا الان دیگه غذاشون رو خوردن. اینا همه که نه که گردنبند دارن، شیشک های آماده قوچ درکشالی هم. خب میخوام به اینا قوچ شال معمولی بزنیم. تو اینا هتروزایگود هم، همشون هتروزایگود درکشالی هم. 2 تا 4 تا 6 تا فن دمنده داریم. این دره اصلی هم چوبی هم، درها ولی لولایی هم. خب اینا دیگه ردیف وسطه که اینجا در کار گذاشته شده. یعنی اینجا در هست، میری داخل. هر باکس یه در داره. هر 2 تا ستون یه دونه پریز برق گذاشتیم برای که تجربه نشون میده وسط سالن نیاز به برق داره. اینا از قصد رنگ سیاه انتخاب شده، چون اگه رنگش روشن باشه مگس زیاد میشینه روی اینا، تخم‌گذاری مونه و کثیف میشه. نرده ها رو نگاه بکنین، تو فنسیای روزنه درشت مقاوم زده شده. اینا سیارن، به راحتی میشه جای اینا رو عوض بکنی. خب آبخوریه، کفشون هم نگاه بکنی. اینا پالت های جدیدن که دیگه مواد اول زده میشه. شما تمیزی بدن داما رو نگاه بکنین، نظافتش. خیلی رفاه دام که اثر داره رشد دام ها. اینا همه بره مادن. اینا بره های نر لاکنن که به عنوان قوچی